سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که خوب باشین. من سنا هوربخت هستم، در خدمتتونم. ما از این به بعد قراره که سه شنبه شب‌ها از طریق لایو اینستاگرام باهاتون در ارتباط باشیم. هر هفته یک مهمون ویژه داریم که تو لایومون با هم گپ میزنیم، یه سری سوال‌هایی که شما از قبل پرسیدید رو ازشون میپرسیم و امروز هم در خدمت آقای پورصادق هستیم، مدیر عامل مجموعه پلاتین. آقا خیلی خوشحالم. قربونت، سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستانی که الان دارن ویدیو رو میبینن، لایو رو میبینن یا بعداً قراره که در واقع ویدیوشو ببینن. مرسی از تمام زحماتتون، من در خدمتتونم. خواهش میکنم. چه خبر؟ سلامتی، خدا رو 100 مرتبه شکر. آره، توی شلوغی‌ها و بدوهای در واقع میشه گفت شب عید و دغدغه‌های این که خب این شب عیدیه الان مهمترین در واقع میشه گفت تایمای برندامونه، مهمترین تایمای مشتریامونه و ما هم توی تکاپو هستیم برای اینکه بهترین نتیجه رو بتونیم داشته باشیم توی این تایما. خلاصه دیگه الان بهترین تایم انتخاب کردید برای شروع لایو و دیگه خدمتتون هستم. گفتیم که آخر سالی یه ذره بیشتر اذیتتون کنیم. مرسی. یه سری سوال ما خودمون طراحی کردیم که من دوست دارم که ازتون بپرسم. استوری هم گذاشتیم، از صبح دوستان زحمت کشیدن یه سری سوالایی که داشتن رو پرسیدن که بعد از اونم حالا سوال عزیزان ما هم یه ورقه میزنیم و میپرسیم. مرسی، خدا به دادمون برسه. یه ذره راجع به مدیریت کلا آژانس تبلیغاتی برام بگین و اینکه کلا چه چالشایی مواجهین یا سخت‌ترین چالشش چیه؟ خدمت عرض کنم که من از قسمت دوم سوالت شروع میکنم سنا جان. تقریبا میشه گفتش که فکر میکنم که سخت‌ترین چالش امروز پلاتین مدیریت سرمایه انسانیه که تقریبا توی پلاتین قشر اعظمشون میل میکنن به جنریشن در واقع میشه گفت زد و خب حال و هواشون، خواسته هاشون، نیازهاشون، مطالبه گریشون و اتفاقی که امروز در واقع توی سیستم ما هست، فکر میکنم که سخت‌ترین نقطهش برطرف کردن چالش ها یا برطرف کردن خواسته ها و موضوعاتیه که شاید همکارامون دارن. کلن سوال اولت این بود که مدیریت شرکت تبلیغاتی چجوریه؟ ببین منی که یه جورایی الان 9 ساله 10 ساله که توی این پروسم، خیلی نمیدونم که مدیریتش چجوریه. یعنی اتفاقی که داره توی سیستم میفته، موضوعیه که الان هر روز باهاش درگیرم، اما خیلی خوشحالم از اینکه حالا خدا رو شکر مدیر یه شرکت تبلیغاتی هم. دلیلش اینه که یکی از بهترین اتفاقاتش اینه که ناخودآگاه تو مجبور به یادگیری، مجبور به دیدن اتفاقات مختلف، مشتری‌های مختلف، مخاطب‌های مختلف و چالش‌های مختلفی و هیچ کاری هم نکنی تو طول روز پر از یادگیریه برات. یعنی من فکر می‌کنم یکی از موضوعات باحالی که تو شرکت‌های مارکتینگی، تو شرکت‌هایی که زمینه ارتباطی هن وجود داره اینه که هیچ وقت احساس در واقع این احساس رو ندارن که مثلا یاد نمیگیرن یا جلو نمیرن. اگر کسی علاقه داشته باشه توی پروسه خدمت عرض کنم که شرکت تبلیغاتی حضور داشته باشه و کار بکنه و همکاری بکنه، هر روزش با چالش‌هایی مواجهه که براش جذاب خواهند بود. اینکه گره‌های مختلفی که در واقع توی پروسه میفته یا اینکه برای اهداف مختلفی که هر کدوم از پروژه ها دارن، اون کجا شما یه شرکت داشته باشی با محصول خاص و هدفت این باشه که تو طول روز تلاش بکنی برای اینکه اون محصول بیشتر فروخته بشه، اون در واقع سرویست بیشتر ارائه بشه و دیده بشه. صدام هم شده مثل مستشار، بنگار بادمجون خوردم. اون کجا که تو هر روز درگیر خدمات برندهای مختلف، درگیر
مخاطب‌های برندهای مختلف باشی و این فکر میکنم که موهبتیه که توی کار ما هست، پویاییش ناخودآگاه هیچ وقت از دست نمیره. حالا این پاسخی در واقع سوالی که تو الان از من میپرسی خیلی مفصله ها تو لایه های مختلف، اما این فکر میکنم جذابترین چیزی بودش که الان رسید به ذهنم در خصوص در واقع مدیریت یه شرکت تبلیغاتی. البته چالش‌ها و استرس‌ها و ایناش که بماند دیگه، جزء آره یکی از دیگه. شغلایی که بیشترین استرس رو داره. ببین الان جلوی لایویم، من دنبال اینم که متانت طبع و در واقع خیلی توی اون موضوعات نرم، ولی خب واقعیتش همینه. یعنی شما پر از مشتری‌هایی با فرهنگ‌های مختلف، با نگرش‌های مختلف. یه سری از مشتری‌ها خب فرهنگ سرمایه گذاری توی بحث ارتباطی رو دارن، یه سری از مشتری‌ها ما داریم تلاش میکنیم برای اینکه این فرهنگه درونشون به وجود بیاد، اما خب خدا رو شکر امروز فکر میکنم مارکت یه جوری شده که تمام مشتری‌هامون سنا این اتفاق براشون افتاده، میدونن که باید پیش برن، میدونن که باید یه اتفاق خوبی رو رقم بزنن، اما خب بله چالشاش خیلی زیاده. ما تقریبا میشه گفتش که تو طول عمر پلاتین روزی نداشتیم که چالشی نباشه، یا روزی نداشتیم که یه اتفاقی رو نخوایم، یه پازلی رو نخوایم در واقع میشه گفتش که درستش بکنیم. ولی خب خدا رو شکر امروز خوشحالیم از معماهایی که پیش رومونه. خیلی همالی. خودمونم تعجب میکنیم روزایی که چالش نداریم. یه دفعه اینجوریم که آره. پیروز یادمه که عرفان داشتم حرف میزدم، عرفان میگفت اصلا نمیفهمم. آره. همه چی خوبه. ببین یه چیزی سنا یه چیزی بگم بهت. بعضی روزایی که صبح میام در واقع سر کار و به قول تو اتفاقی نیست و مونوتون میره جلو و عصر که مثلا میرم خونه، این کار که مثلا دیدی ورزش که مثلا میکنی، حالا شاید دوستان بگن که چقدر ورزش میکنی، اشکال نداره، منم ورزش میکنم ولی خب به اندازه خودم، روزی 5 دقیقه هم که شده. اما دیدی وقتی مثلا ورزش میکنی، یه دمبلی میزنی، یه اتفاقی، یه جایی نقطه درده که هر چقدر که این وزن بیشتر میشه خب اون نقطه درده دورتر میشه به تو. ناخودآگاه وقتی روزی این شکلی مونوتون میره جلو، ته روز این شکلی که مثلا نکنه مفید نبودم که اتفاق عجیب غریبی نیفتاده. اما بله درست، یکی از پرچالش ترین بیزینس هاییه که چون ماهیتش حل چالشه. به موقع است مثلا یه بیزینسی خب ماهیتش چالش ها، هر بیزینسی چالش داره قطعا. یه موقع است یه بیزینسی چالشش افزایش فروشه، یه موقع است بیزینسی چالشش در واقع افزایش آگاهی از برندشه یا خدماتش یا هر اتفاقی از این جنس. اما چیزی که تو این نقطه مثلا حائز اهمیته به نظر من برای شرکت تبلیغاتی اینه که بیزینسش بر اساس خدمتتون عرض کنم که حل چالش هاست. خیلی همالی. ما یه صدایی از اون پشت شنیدیم که نمیدونیم تصویرمون رفت یا هست که این عالی گفتم که قطع نشده باشه. بچه‌های پشت صحنه ممنون از زحمت‌های مصطفی او رو بعد بفرم. راجع به این که این ماهیت شغلی رو دوست دارین و خب چالش هایی که هر روز دارین، اوکی خیالم راحت، این چالش هایی که هر روز دارین حلش میکنین، اگه قرار بود که تو صنعت تبلیغات و این مدلی کار نکنین چی کار میکردین؟ ببین من اون کاری رو میگم که خب یه دوره‌ای توی دوره‌ای از زندگیم کوتاه انجامش دادم، خیلی دوستش داشتم و قطع به یقین اگر که امروز مثلا سوال تو اینه که اگه شرکت تبلیغاتی نداشتی کارت چی بود، من عاشق کارگردانیم. اینه که از اصلی ترین علایقم در واقع اینه که یه سناریویی رو تبدیل بکنم به در واقع یه اتفاقی روی سن یا جلوی دوربین. کارگردانی اون موضوعیه که عاشقشم.
تو سیستم خودمون هم یه جورایی کارمون کارگردانیه دیگه، یعنی تش باید یه کاری بگرده که در نتیجه یه اتفاقی در واقع میشه گفت رخ بده. همین گفتین که کارگردانی، میخواستم بگم که در واقع امروز پلاتین رو هم داریم کارگردانی میکنیم جدای از هر برند دیگه ای و میخوام یه ذره از سناریوی پلاتین و داستان پلاتین تا به امروز برام بگین، چه از گذشتهش، چه از ریبرندینگش، اتفاقاتی که براش افتاده و یه ذره راجع به خود پلاتین بدین. بسیار عالی. خدمت شما عرض کنم که تقریبا 9 سال و خورده 10 سال پیش بود که من و 3 نفر دیگه، 3 تا بزرگوار دیگه که خیلی خوشحالم از این که یه روزی در واقع پلاتین رو به همراه اون دوستان پایه‌گذاری کردیم. من اگه اسمی نمیبرم چون هماهنگ نشده و شاید دوست نداشته باشن یا هر چیزی، استارت در واقع پلاتین رو، استارت شکل گرفتن پلاتین رو زدیم. خب قبل از اون من معلم فیزیک بودم و خیلی درگیر دنیای تبلیغات نبودم. به خاطر استایل ریاضی مارکتینگ رو ناخودآگاه خوب میفهمیدم و چون بازیگری در واقع کار میکردم، بازیگری تئاتر، یکی از اتفاقاتی که برام افتاد این بود که سنا تونستم اونو بیارم و توی شرکت پیادهش بکنم، یعنی توی جلسات فروش، ناخودآگاه توی جلسه های دلیور کردن یه کار و یه اتفاقی. و پیشنهاد میکنم حتما برای کسایی که میخوان کسب و کاری راه بندازن و اگه خودشون تو سیبل اون کسب و کارن، توی سنین پایین حتما برن و بازیگری و تئاتر رو یاد بگیرن، چون باعث میشه که به تو اعتماد به نفس بده، باعث میشه که هر دقیقت رو روی سن احساس بکنی و پیش بریم. من خب ما شروع کردیم به کار و اون موقع من و یکی از در واقع شرکا، 2 تا شریک دیگر رو باهاشون آشنا شدیم و خب یه مسیری اومد پیش رو. اولا که یکی از اصلی ترین دلایل سرعت رشد پلاتین صنعت هاسپیتالیتی بود. ما درسته که حالا از نظر بحث رونیو یا بحث در واقع سود ماجرا، صنعت رستورانداری خیلی صنعت جذابی امروز برای من نیست از جنس تبلیغ صنعت رستوران. اما خب ما کارمون رو شروع کردیم با دژاوو و آقای هوفر بینا. نقطه عطفی بود توی سیستم ما برای اینکه آدم‌های مختلف، برندهای مختلف به ما معرفی بشن. اون موقعی که پلاتین توی اوج خودش تو صنعت رستورانی بود، دژاوو، سنسیر، مریم، تاج محل، بیگ شف، بنلی، ماتادور، خیلی از برندهای منطقه یک تهران جزء برندهایی بودن که ما 0 تا 100 کاراشون از جنس برندینگ، مارکتینگ، ارتباطاتشون در واقع انجام میدادیم. بعد از کرونا توفیق اجباری شدش که به این نتیجه رسیدیم که نه، این صنعت انگار که در واقع صنعتی نیستش که ما بتونیم روش اتکا بکنیم و آروم آروم شروع کردیم به موارد دیگه. حالا به لطف خدا کیفیت کارهامون جوری بودش که تو همون حین که داشتیم تو صنعت رستوران کار میکردیم، خیلی برندهای بزرگی رو هم اومدن سراغمون و شروع کردیم باهاشون همکاری کردن. مثلا مثل افق کوروش که پروژه 6-7 سال پیش ماست که بحث ریبرندینگ افق کوروش رو ما داشتیم، یا خیلی از در واقع اتفاقات این شکلی مثلا بیمه خاورمیانه. اما بعد از اون دیگه کم کم شروع کردیم به این که از صنعت رستورانداری کامل بیایم بیرون و پلاتین بشه شرکتی که تمرکز بکنه نه صرفاً توی طراحی یک کار گرافیکی قشنگ، این که تمرکز بکنیم روی یه عکاسی یا روی یه ویدیویی که صرفاً از نظر زیبایی شناسی بخواد اون تیکایی که خودش باید رو بگیره. و منطقمون رو بردیم سراغ این که شرکتی باشیم که تفکر میکنه، نسخه های اختصاصی میپیچه،
محصول نمیفروشه، خدماتی که داره رو دیزاین میکنه برای هر مسئله‌ای و بعد اونا رو میاره تو لایه دیگه در واقع سیستم، مثل آتلیه یا مثل بخش کریتیو ترجمه میکنه به موضوعاتی خاص. از اون طرف هم توی بخش در واقع میشه گفت دیجیتالمون سعی کردیم که رفتاری دیتا دریون، رفتاری از جنس در واقع میشه گفتش که بر اساس داده داشته باشیم و آروم آروم شروع کنیم گزارش هامون رو از دنیای کیفی تبدیل کنیم به کمی صرف. خب تقریبا سال پیش همین موقع ها بودش که تصمیم گرفتیم که این پوست اندازی پلاتین و این تغییراتی که تو لایه های مختلف از سرمایه انسانی تا چارت تا محصولات تا نگرش تا سیستم مدیریتی و هر آن چیزی که امروز توی شرکت میبینیم تغییر بدیم و تصمیم بر این گرفتیم که این پوست اندازی رو بتونیم به بهانه‌ای اول به خودمون، اول به بچه‌های توی سیستم، به من، به بهونه ریبرندینگ نشون بدیم و بهش اعتقاد پیدا بکنیم و تو مرحله بعدی در واقع تارگت گروپمون که بفهمن که پلاتین امروز نگرشش، عملکردش بر چه مبناییه و چجوری داره تفکر میکنه در رابطه با آیندهش. خیلی مفصل تره آسان، یعنی چالش هایی که داشتیم، بالا پایین هایی که داشتیم بالاخره توی این مسیر، ولی خب من فکر میکنم که کلیاتی و از اینکه چه مسیری رو عبور کردیم تا به این نقطه برسیم رو خدمتتون عرض کردم. یه سوالی که من همیشه خودم داشتم ولی هیچ وقت ازتون نپرسیدم، دیگه فرصت هست بپرسم. من میتونم جواب ندم البته، خیلی خوشحال نباش. باشه حالا نپردن اون سوالانه. داستانی که هست اینه که هممون تو زندگیمون دیدیم که یه جاهایی به یک شرایطی میرسیم که اون شرایط سیف زونمونه، حریم امنمونه و گذشتن از اون حریم امن خیلی کار سختیه. پلاتین یه روزی درست یا غلط و به هر نحوی تو یک صنعت مشخصی داشته کارشو میکرده و یک حریم امنی داشته، مشتریاشو داشته و همه این داستانا. این ریبرندینگ ترسناک نبود که شما با یک چیزی که دارین، از یک موفقیتی که دارین بخواین تغییر کنین و به قول خودتون پوست اندازی اتفاق بیفته؟ خیلی هم بیرونش رو نمیدونیم اون لحظه‌ای که میخوایم تصمیم به این اتفاق بگیریم. شاید اومدیم بیرون و همه اتفاقات قشنگی که افتاده بود نمیافتاد. و چی باعث شد که شما از اون حریم امن بیاین بیرون و بخواین که این پوست اندازی اتفاق بیفته؟ مثلا واقعیتش بخوای اون چیزی که میگم عین واقعیته. یعنی الان مثلا یه موقعی فکر نکنی که حالا دارم یه سی میام جلو توی لایو و ببین مثلا من واقعا استرس نداشتم، انقدر ایمان داشتم به بچه ها، انقدر به تیم ایمان داشتم و انقدر این همبستگیه جوش خورد، جور شد و دیتیل به دیتیل ماجرا رو میدیدم که همه سیستم براش دارن تلاش میکنن که اصلا استرس نداشتم. و واقعیتش رو بخوای خب سالیان سال ما این کار رو کرده بودیم برای کلی برند. شیرینی لیلی وقتی که کار رو با ما شروع کرد، یه خدمت شما عرض بکنم که ترکیب برنده بود، فروش خیلی خوب، مشتریا دوستش داشتن، محصولاتش خیلی خوب بود و ما باید یه برندی رو تغییر میدادیم و اتفاقی رو روش سوار میکردیم، صرف نظر اینکه تو خارج از کشور سالی یه بار، 2 سال یه بار این به مفهوم پویایی، به بهونه پویایی هی تغییر میکنه و خیلی چیز عجیب غریبی نیست. اما توی ایران خب این شکلی نیست. ما امکان داره که انقدر سریع برندها دست به تغییرات صرفاً برای نشون دادن پویایی نزنن. اما خب توی لیلی واقعاً از یه طرف دم کارفرمامون گرم، جسارت رو داشت که این تغییر خیلی عجیب غریب و یهویی از یه جنریشن دیگه بیاره برند رو توی جنریشن دیگه
با حفظ اون جنریشن قبلی. خب این کارا رو کرده بودیم. برندهای افق کوروش رو وقتی شروع کردیم نزدیک 2000 تا شعبه داشت. وقتی در واقع ریبرندینگ تموم شد 1500 تا شعبه اومده بود روش. ترسمون یه جورایی ریخته بود با کاری که برای مشتریامون انجام دادیم. من استرسش رو نداشتم، تنها چیزی که میخواستم این بود که باور کنیم خودمون و خدا رو شکر که برنامه‌ریزی که داشتید همتون برای اینکه برسیم به نمایشگاه ریتیل خیلی سریع یک خروجی بزرگی از ریبرندینگ پلاتین رو انگار به خودمون نشون داد. همین، نه اصلا استرس نداشتم، خیلی امید داشتم، خیلی پشن داشتم و ریبرند کردن پلاتین به نظر من یکی از باحال‌ترین تصمیم‌های در واقع میشه گفتش که زندگی من و دم کسایی که همراه شدن گرم. واقعا زحمت یه نفر و دو نفر نیست، نه واقعا دقیقاً و خیلی ارزشمنده برای تک. حالا بزرگ که میگیم ما در واقع تیم خودمون رو به اندازه خودمون بزرگ میدونیم و عشق میکنیم با خودمون و واقعیتش رو بخواید بله دقیقاً همینطوره. یعنی اون حسی که آدما، اون حسی که میبینی چجوری آدما مثلا وقتی ویدیو لوگو موشنمون رو میبینن عشق میکنن، من حس میکنم که مثلا انگار من 10 تا شریک دارم توی این اتاق که همه با هم داریم این برند رو نگاه میکنیم و ازش لذت میبریم. برام واقعا ارزشمنده. خیلی عالی. یه سوال یه ذره شخصی تر بپرسم ازتون. یه شعر معروف دارین که همیشه میگین، میخوام که اون شعر رو بگین و دلیل این که خیلی ازش استفاده میکنین. احتمالاً همه شنیدن، بچه‌ها که پشت نشستن که مطمئنا شنیدن، بقیه بچه شرکت هم شنیدن. میخوام یه ذره راجع به اون شعر برام بگید. خواهش خدمت همون نردبون گیری دادید. اول شعر رو بخونم. یعنی در واقع میگه که نردبان این جهان ماومنی است، عاقبت این نردبان افتادنی است، لاجرم هر کس که بالاتر نشست استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. من اینو در واقع امیدوارم که درست خونده باشمش. ببین اون تیکه‌ای که میگه که لاجرم هر کس که بالاتر نشست استخوانش سخت‌تر خواهد شکست، اتفاقیه که من هر روز صبح، دلیلش اینه که خیلی میگمش، من هر روز صبح خب ما یه سری کارامون انگار مثل رباته دیگه. هر روز صبح احتمالاً بیدار میشیم، یه سرویسی میریم، یه دستورتی میشوریم و فکر میکنم که تو این دور و زمونه دیگه همه هر روز صبح آینه رو نگاه میکنن و خودشونو میبینن قبل از که بیان از خونه بیرون. مثلا یکی از چیزهایی که من همیشه ازش ترس دارم غروره و همیشه میترسم از این که جایی غرور باعث بشه که یه راهی رو اشتباه برم، یه تصمیم رو اشتباه بگیرم، دل یکی رو برنجونم یا هر چیزی. و خدمت شما عرض بکنم که این شعر همیشه به من کمک میکنه. یعنی همیشه سناریوی صبحامه که فرشاد حواست باشه که مغرور نشی. اگر که تو به هر چیزی که در واقع دوست داشتی و شاید چیزایی که خودت فکرشو نمی کردی و اون چیزی که میخواستی بهترشو خدا بهت داده، مثل همه شماهایی که اینجایید از این کارهای در واقع میشه گفت خوشگله اچاری، شوخی میگم، واقعا مثل همه شما، مثل سیستم، مثل شرکت، مثل مشتری ها، مثل اتفاقی که تو خونه بادم هست، این بزرگترین موضوع منه که حواسم باشه که هر چقدر که آدم رشد میکنه میره بالاتر جلوتر، بعد اون حواسش به غرورش باشه. و من چون خودم به شخص تو زندگیم رشدم سریع، به لطف خدا البته اتفاق افتاد، این موضوع رو خیلی به خودم میگم و تکرار میکنم تقریبا هر روز صبح جلوی آینه و این شعر نشأت گرفته از اون اتفاقه. مصطفی میخنده. مصطفی خجالت بکش.
وقتی عصبانی این چه موزیکی گوش میکنی؟ بزرگ مهراد دیدن. چه عجیب. آره. چرا؟ اون تیکه‌ای که میگه یادم رفت. اون تیکه‌ای که میگه من بیشترم باعث میشه که کظم غیظ کنم. آره یه تیکه‌ای داره توی این موزیک توی تکستش که همش موضوعات مختلف رو میگه، بعد میگه که مثلا اینا انگار مثلا مال من نیست، من بیشترم و اون تیکه باعث میشه که من کظم غیظ کنم. هر وقت عصبانیم بزرگ مهراد دیدن کمکم میکنه. انتظار داشتم یه چیز آرومتر و مثلا نه اتفاقا یه چیزیه که باید کنترلم بکنم. وقتی ولی ناراحتم یا غمگینم شجریان گوش میکنم. شجریان چند تا ریمیکس داره که ترکیب میشه با آهنگای بی کلام خارجی. عاشق این ریمیکس هامو 7 سول فکر میکنم. آره مثلا 7 سول و آره اینا عاشق اینجور اتفاقاتم، چون خیلی خیلی کمکم میکنه که همراه غمم باشم و بیرون نیام تا گریه کنم تموم بشه بره. کلا چقدر عصبانی میشین؟ خیلی من حالا همینجوری پرسیدم. سن داشتن شماها این اتفاقو شوخی میکنم. ما ندیدیم شما تا عصبانی بشین. به هر حال آره سنابازی و اینا. اما از واقعیت متاسفانه زیاد، نمیدونم چرا، یعنی همش عصبانی میشم دیگه. مصطفی جان نمیبینن اونور که مصطفی داره میخنده، ولی خب خودتون دوست دارین چه سوالی ازتون بپرسم؟ اگه قرار باشه یه سوال از فرشاد پورصادق بپرسین چیه؟ خدمت شما عرض بکنم که خیلی سوال عجیبی بود که چه سوالی هست. من این مثلا چیزی که اومد یه هوی تو ذهنم این بود که مثلا از چی میترسی؟ آره و حالا از چی میترسی؟ من از این که یه قدم اشتباهی بردارم و مسیر رشدم تغییر بکنه یا کند بشه یا تغییر بکنه. خیلی میترسم. یعنی بزرگترین ترسم همیشه اینه که تصمیم یا قدمی رو در واقع بر ندارم که باعث بشه سرعت این اتفاقی که توی پلاتینه، توی زندگیمه، توی در واقع اتفاق کاریمه آسیب بزنه به. نه اینکه نیستون تصمیم‌ها، یعنی من خدای تصمیم‌های اشتباهم، خدای در واقع میشه گفتش که شکست‌های نامنظم و چیریکی‌ام. اما فکر میکنم لئوناردو دیکاپریو یه حرفی زده که زود شکستاتون رو بخورید. یعنی اگه من میگفتش که فکر میکنم اگه که من دوباره به این دنیا بیام همون کارهایی که کردم رو میکنم، فقط سریعتر شکستامو میخورم. و منم الان در واقع از اون تیکه میترسم. اما هست، یعنی جزء لاینفکی از زندگیمونه. من یه چند وقته که یک پادکستی رو گوش میکنم، رختکن بازنده ها، و کانسپت اینه که آدم ها میان از یه سری از باخت هاشون تعریف میکنن. بعد من مصطفی چند دستشو میبره بالا باز و آدم ها میان از باخت هاشون تعریف میکنن. اولش اینجوری بودم که خب پادکست اینجوریه که خب فقط یه سری آدمی که باخت دادن تو زندگیشون میان و تعریف میکنن، ولی یه ذره که جلو میریم میبینیم که آدم‌های مختلف میان و همه باخت دادن تو زندگیشون. و در نهایت اینجوریه که خب نداریم کسی رو که اون باخت اتفاق نیفتاده باشه، ولی مهم اینه که هممون اگر بازنده ایم چجوری باخت‌ها رو تبدیل به یک موفقیت کردیم، تبدیل به یک اتفاق جدید. من یه موضوعی رو بگم که شاید به درد واقعا کسایی که بخوان این تیکه از در واقع لایو رو ببینن بخوره، حالا چه بعدن چه الان. من با کارفرماهای موفق مختلفی در تماس بودم، کارفرماهایی که از صفر به میلیاردها تومان پول رسیدن، از صفر به
در واقع میشه گفتش که برندهای عجیب غریبی خلق کردن و یه چیز خیلی باحالی که مشترکاً توی همه اینا هست اینه که وقتی میشینی پای صحبت‌های آدم‌های موفق واقعی، نه اونایی که موفقیت میفروشن، صحبتشون کلاً در رابطه با شکست‌هاشونه. صحبت‌هاشون در رابطه با در واقع میشه گفتش که مشکلات یا تصمیم‌های اشتباه یا همون در واقع شکست‌هایی که رقم خورده براشون. چرا؟ برای اینکه آدمای موفق تو هر نقطه‌ای که هستن احساس میکنن که کمه، احساس میکنن که این چیزی که الان من بهش رسیدم باید بهتر از اون اتفاق بیفته، باید خفن‌تر از اون بشم، باید جلوتر از اون برم، بالاتر از اون برم. و ناخودآگاه خیلی آدمای موفق واقعی که موفقیت فروش نیستن، دقت کردی اینایی که انگیزشی صحبت میکنن، دنبال اینن که تو رو موتیویت کنن، خب کل صحبتاشون در رابطه با اتفاقات خوبیه که معلوم نیست افتاده یا نه. اما تمام کارفرماهای عجیب غریب من، فوق‌العاده من، وقتی میشینی پای صحبتاشون خاطراتشون در رابطه با این شکست هاست. خیلی عالی. چند کلمه میگم، اولین چیزی که راجع به هر کدوم به ذهنتون میرسه رو بهم بگید. پلاتین، پلاتین، خفن، مغرور، هم خوبه هم بد، برند موفق، در واقع برند موفق به ظن من اون برندیه که مخاطب اون رو موفق میدونه و انتخابش میکنه. این برند موفق انتخاب در واقع میشه گفت مخاطبشه. حالا عرفان، پشتکار، مرفه بیدرد، کسل کننده، چایی، خانومم. خیلی عالی. من میخوام که یه سری از سوالای عزیزانم بپرسم ازتون. بله. حالا با توجه به اینکه تایممون خیلی نمونده سعی میکنم که چند تاش رو بپرسم. بزرگترین نقطه ضعفتون چیه؟ حالا اون ترس بود، این نقطه ضعف فهم میکنم. ببین من یعنی بزرگترین نقطه ضعفم اینه که تحمل بی‌ادبی یا چی میگن بهش، تحمل رفتاری خارج از چارچوب ادب و احترام رو ندارم. اصلا به هم میریزم، ناراحت میشم. اولا که سعی میکنم که خودم هیچ وقت اون اتفاق رو رقم نزنم برای کسی، ولی خب بزرگترین نقطه ضعفم اینه که به معنی واقعی نقطه ضعفم. خیلی موقع ناراحتشم که خب بابا یه کار، خب مثلا حالا که چی، مثلا یه کاری کرد، یه چیزی گفت، چرا اینقدر به هم ریختی فرشاد، ولش کن و اینا. ولی خب آره این خیلی عالی. یه نفری نوشتن که سلام وقت بخیر، استخدام برنامه‌نویس نداریم؟ چرا؟ میتونن در واقع رزومه‌شون رو بفرستن توی وبسایت، تو hr@platinagency.com و بررسی میکنیم. حالا خودمون هم نباشیم، مشتری‌ها، همکارا. خیلی عالی. سلامت. چجوری فیدبک درست بدیم؟ یکی دیگه نمیشه. فیدبک درست باید ساندویچی باشه. مطمئنم که این یکی از بچه‌های خودمون. آخرین ورکشاپ خانم مهرمنش بود که یه چیز مثبت بگو، بعد اصل ماجرا رو بگو، بعد دوباره با یه چیز مثبت تمومش کن و فکر کنم منتظر بودن بچه‌ها همینو من بگم. امروز فعالیت‌های اخیر برندها رو چجوری ارزیابی می‌کنید و از نظرتون در مسیر پیشرفت هستن؟ به نظر من آره. یعنی من احساس میکنم که حالا نسبت به سال قبل، 2 سال قبل، برندها واقعا دارن خوب کار میکنن و واقعا فهمیدن که
باید تلاش بکنن دیگه برای گرفتن مارکت شیر. عزیز دیگه ای نوشتن که پلاتین چطور متولد شد که توضیح دادیم همون مختصرا. در کمپین های تبلیغاتی 360 چقدر از بودجه رو صلاح میدونین که برای دیجیتال صرف بشه؟ خب این خیلی سوال کلیه دیگه. حالا اون دوستی که اینو پرسیده قطعا ربط داره به استراتژی اون برند، هدف از اون کمپین، اینکه شما در واقع چه ریزالت یا چه نتیجه ای رو میخواید بگیرید از اون کمپینتون. بعد با توجه به مخاطب هدفتون میسنجید که چند درصد از بودجه برای دنیای دیجیتال باشه، چند درصد از بودجه برای اتفاقات دیگه. خیلی همالی. عزیز دیگه ای نوشتن خدمات پلاتین رو میشه کامل شرح بدین؟ فکر کنم که بله www.platinagency.com خدمات پلاتین کامل اونجاست، چون یه خورده دایره خدماتمون گسترده تر شده و فکر می‌کنم حالا خیلی تیتروار اگر بخواید برامون ما تو لایه ارتباطی، تو لایه بازاریابی و تو لایه تبلیغات گام برمی‌داریم. تو لایه در واقع میشه گفت تو همه اینها تو وهله اول تصمیممون اینه که یک تصمیم استراتژیک بگیریم و بعد از اون تصمیم استراتژیک بره تو بخشای دیگه ترجمه بشه و هر تاچ پوینتی که یک برند چه تو دنیای دیجیتال چه تو دنیای آفلاین، چه وقتی کسی زنگ میزنه به تلفن طرف، چه آموزشی که باید به فروشنده ها داده بشه، چه کمپینی که باید در نتیجه فروش یک نوع محصول رو ببره بالا از جنس دیجیتال، BTL یا در واقع میشه گفتش که موارد محیطی، شامل پروسه خدماتی میشه. خیلی همالی. عزیز دیگه ای نوشتن که در این نقطه‌ای که هستی راضی؟ بله شکر، خیلی راضیم، خیلی خدا رو شکر میکنم و قطعا اگه همین نقطه سال بعد باشه نه، ولی امروزی که داریم صحبت هستم راضی. برای شبکه سازی و حفظ شبکتون به عنوان مدیر تبلیغاتی چه کاری میکنید؟ من سعیم اینه که دایره در واقع وندورهای مختلف یا پارتنرشیپ های مختلفی که توی زمینه کاری ما خدماتی رو ارائه میدن رو به خوبی حفظ بکنم. یعنی اون کسی که تو کار ساخت غرفه نمایشگاهیه، اون کسی که تو ساخت در واقع مواردی از جمله مثلا AR یا VR، شرکت‌های مختلف که تو زمینه اپلیکیشن و تو زمینه گرافیک محیطی درگیرن. یکی از اصلی‌ترین کارام در واقع تصمیمات سیستم ما اینه که تو دایره نتورک باشه و هم معرفی بکنه و هم معرفی بشه، به تبع کسی که خیالش راحته که کارش میتونه خروجی ما رو ضمانت بکنه. این یکی از اصلی‌ترین موضوعاتیه که در واقع من تو بحث نتورک دارم. دو اینکه مشتریایی که میان سراغم سعی میکنم که یه در واقع موضوعی مطرح بشه از این جنس که حتی شده بخشی از قراردادشون تبدیل بشه به مشتری که معرفی میکنن و این خیلی بهم جواب داد. یعنی مثلا خیلی از برندهای بزرگ بودن که گفته آقا مثلا X تومن تخفیف بده، گفتم خب من تخفیف نمیدم، این X تومن رو نده، اما به جاش تا آخر سال 5 تا مشتری به من معرفی بکن و این خیلی بهم جواب داده توی فروش. خیلی جالب. به عنوان سوال آخر هم اگه قرار باشه که یه کار دیگه تو پلاتین داشته باشین چه کاری رو انتخاب میکنین؟ یه کار دیگه ای توی پلاتین داشته باشم، به نظرم میرم تو تیم عرفان میشم به عنوان کریتیو استاف توی جلسات ایده پردازی، چون خیلی دوستش دارم. تو کدوم قسمت کریتیو؟ فقط مثلا قسمت ایده پردازی یا اگر بخواید توی یه سلاید مشخصی رو بیشتر ویژوال، وربال، کپی؟ من بیشتر کپی.
آره بیشتر از جنس کپی و در واقع ایده اولیه یه کمپینی که هنوز حالا معلوم نیستش که کدوم تیکش بره تو کپی، کدوم تیکش بره تو ویژوال، اتفاقات این شکلی. خیلی عالی، متشکرم ازتون. مرسی. میدونم که یه ذره شرایط سخت بود و از صبح هم بسیار درگیر بودین. ممنونم که دعوتم قبول مرسی کردید. از شما، مرسی که شروع کردید این پروسه رو. قطعاً قراره که مهمونای باحال و خوب و درست حسابی که چیزی یادمون بدن، یاد خودمون اول، وارد در واقع میشه گفت لایوامون بشن. خیلی خوشحالم و مرسی که در واقع انتخاب کردید که اولین لایو رو خودم برم، با اینکه هی مقاومت میکردم. ممنون از تمام زحمات بچه‌ها و تمام کسایی که به معنای واقعی کلمه یه تیکه از پازل پلاتینن و قطعاً پلاتین قدرت گرفته از تیمشه و باید بگم که عاشقتونم و شب خیلی خوبی رو داشته باشید. متشکرم ازتون. ممنونم از همه عزیزانی که تا این لحظه با ما بودن. ما از این به بعد هر هفته سه‌شنبه همین ساعت در خدمتتون هستیم با مهمون‌های متفاوتی که داریم و سوالاتی که داریم. از روز قبل هم سعی می‌کنیم که یه استوری بذاریم و توی کوئسچن باکس از شما بخوایم که سوالاتتون رو برای ما بنویسین تا بتونیم توی لایو بپرسیم. خیلی ممنونم، امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. مرسی.